می شود که بعضی حالتها انسان از عذاب قبر نجات می دهد. صلوات مایه برکت و افتخار در دنیا و در قیامت است. او پیغمبر است که تمام موجودات عالم برای او سلام و صلوات می فرستاند. حتی در روایت ها می خوانیم حسن بصری رضی الله تعالی عنه، یکی از اولیاءهای کلام، دوست خدا، در تاریخ نامه حسن نگاه کردن. وقتی حضرت حسن از مادر به دنیا آمدن، او را بردن در بغل رسول اکرم علیه السلام گذاشتن. پیغمبر خدا سرش سیله کرد و در حقش دعا کرد. حتی که در طفلیش از سینه ام سلمه مادرمان شیر نوشیده بوده است. حضرت ام سلمه مادرمان شیر نداشتند. حسن بصری وقتی که سینه ام سلمه را در دهان گرفته بودند، حرکتی کشیدن کردن، میگه به طفیل حضرت حسن بصری ام سلمه مادرمان شیر پیدا، 2 پر 3 پر از سینه ام سلمه شیر نوشیده بوده است. و دیگر اینکه بچه ها که کلام بود، 7-8 ساله بچه ها در طاق رسول اکرم کوزه گذاشته شده بوده است پر از آب. پیغمبر خدا از اون کوزه آب می نوشیدند. روزه از روزها برآمدند که حسن بصری همون کوزه آب نوش کردند. پیغمبر خدا دیدند که کوزه آبشان نیمش نیست. از خاندان پرسان کردند که این کوزه آب کی نوشید؟ حضرت مادرمان ام سلمه گفتند که حسن نوشید، همین حسن بصری. پیغمبر خدا تبسم کردن، گفتن از همین کوزه چقدر آبی که نوشیده باشد، علم محمد همون قدر گرفت حسن. همین حسن بصری روزه نشسته بود در محضر شاگردان و خلیفه ها، یک زن پیر آمد. مادر گفت پیری بزرگوار، استاد عزیز، من یک دختر داشتم چند روز از دنیا گذشت، میخوام که دختر ما بینم که پروردگار او را در قبر با او چی معامله کرده است، جنت بردش یا دوزخ بردش. حضرت حسن بصری رضی الله عنه گفتن که مادر جان، شما بعد نماز خفتن روی وضوی نو گیره و 2 رکعت نماز نافله خانه و بالای جای نماز تا نشینه مراقبه کنه، صلوات فرستاده غناتان برد. انشاءالله پروردگار با القای الهیش نشان میده دختری شما در کجا است. این مادر آمد با نصیحت حضرت حسن بصری این کار انجام داد. وضوی نو گرفت و نماز خواند و صلوات و پیغمبر فرستاد و بالای جاگه خوابش برد. هیچ اثر از دخترش ندید. صبح آمد نزد حسن بصری گفت استاد عزیز، گفت من هیچی از دخترم اثری ندیدم. گفتن حضرت بار دیگر کنی کاره. بار دیگر کرد که دید که دویم شب دخترش در قعر جهنم و علا از زیر و بالاش سوزنده ایستاده است. از ته علا میزده، از دهانش می برآمد، از دهانش می درآمد، از ته می برآمد، پهلوها همه آتش. گریان نزد حسن بصری آمد. گفت حضرت من دخترم در حالت وزبیل دیدم، چیکار کنم که این دختری من نجات یابد؟ حضرت حسن گفتن که من این شب همین عمل کنم برای دختری تو که من بینم در کجا است. حضرت هم همین عمل انجام دادن دستور خودشان. دیدن که دختری این مادر در جنت در بالای تختهای جنت نشسته است، زیر زر و زیور با لباسهای خوب خوشحال. با این دختر گفت که حضرت شما منو نشناخته؟ گفت که نگم ما دختری همون مادری دیروزا آمدگی هستم که 2 روز نزد شما آمد. آگو عزیزی من دیدم مادر رو که در جهنمی زیر آتش دوزخی. گفت بله مادری من دروغ نگفت است حضرت، من تا دین بیگاه در جهنم بودم و در اون قبرستانی که ما خوابیدیم من تنها نبودم، 70,000 آدم خواب بود. همون 70,000 آدم همگی دوزخی بودیم، یا من تنها نبودم. پس گفت چی علت شد؟ چی به کدام دلیل شما جنت رفته؟ گفتن حضرت دین بیگاه یک مردی مسلمان به پیش قبرستان گذشت، ایستاد و 100 بار صلوات فرستانید و روش طرف قبرها کرد و گفت الهی من هیچ هدیه ندارم که به مردم قبرستان بتیم غیر همین 100 بار صلوات. همین 100 بار صلوات اگه من به پیغمبر فرستادم از جانب من قبول که ثواب شده همین قبرستان ده عطا کنم. با مجرد بخشیدن ثواب 100 بار صلوات والله استاد بزرگوار یا من تنبال 70,000 آدم خدا دریای رحمت و جوش کرد، از درون دوزخ آزادشان کرد. 70,000 آدم برای 100 بار صلواتی که بر رسول اکرم علیه السلام میفرستند چیکار کردن؟ آزاد شدن. در این شک و شبهه نیست.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام يوما. رسول اکرم میگه روز جبرائیل برادر عزیز من نزد ما آمد. فقال لي يا محمد قد جئتك ببشارة لم آتي بها احدا قبلك ولا بعدك. آوردم که چنین خوشخبر هرگز به یگان پیغمبری که پیش از تو گذشته بود نه آورده بودم و این چنین بعدی گذشتن تو هم من این تو خوشخبر به هیچ کس نمی بیارم. پیغمبر خدا از شوق هستن سر در سجده شکرانه ماندن. گفتن جبرائیل عزیزی من، برادر عزیز من، بود چی خوش خبر است که برای تو یگان سیونچیت من؟ جبرائیل گفت خدا به تو سلام گفت بعد از سلام ای محمد حبیبی من، جان من، اگر در کدام محفل و مجالسه در کدام مکانی نشست مسلمانان نشسته باشند در اونجا نام مبارک شما ذکر شود، اگر امتی که در اونجا هستند به شما صلوات فرستند، به روح مبارک شما صلوات فرستند، والله اگر شیشتگی باشند ناخسته خدا گناهشان نمیگذرد و اگر راستا باشند ناشیشته خدا گناهشان میگذرد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. در بخشش الهی هیچ شک و شبهه وجود ندارد. عبدالله انصاری یکی از اولیاءهای بسیار بزرگ عصر است. یک چند مصرع بعد گذشتن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درباره عشق رسول الله یک نشید نویس، یک نظم نویس و سودی درون خودش به خواندن همین نشید آرام میکرد. رسول اکرم ای دنیا گذشته و اراده کرد که همین نظم نویسم میرم در بالای قبر رسول اکرم میخوانم و گریه و ناله میکنم و بارش های مبارکم پایگاهی در رسول اکرم میمالم و میروم و سکینه و آرامش برای خودم پیدا. اگر من این کار نکنم درون من میسوزد و بریان میشود. وقت اراده عزم مدینه کرد رسول اکرم علیه السلام در خواب امیر مدینه در آمد. امیر مدینه را دستور داد رسول الله صلی الله علیه وسلم که وزیرات فرمان کن در مرز مدینه آمده ایستند، فلان شیخ با مریداش آمده است، نگذارش که از مرز مدینه داخل شود. با او برای زیارت من آمده است، نمانشی بدارد. علتش نمیدانم میگه امیر مدینه خستم که خواب بوده است. علتش این بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن که او یک چند مصرعه که شعر به آب دیده و به خون جگر نویسگی است، اگر هر آینه بیای مدینه بالای قبر من او خواند، من مجبور هستم که خدا را گون قبر تو شاید من برم عبدالله انصاری من زیارت کند. اگر این واقعه رخ بیاد فتنه در مدینه اوج میگیرد، روی گردانش نمانش مثال بیاید. ثانی امیر مدینه وزیراش روان کرد، در مرز ایستادن که شیخ آمد با بزرگاش با همون شاگردا از پو کتی. گفتن شما عزمی کجا داره؟ کی شما؟ گفتن ما فلانی ها. عزمی سفرتان کجا است؟ گفتن ما زیارت مدینه رفتیم، رسول خدا را زیارت میریم. گفتن پیغمبر خدا امیر مدینه را دستور قطعی دادگی است که شما باید از مرز داخل نشوید. یک آه کشید عبدالله انصاری، یک آه کشید. در اطرافیان معلوم شد که بوی جگر بریان در همین جا است. کدام جگر بریان کردن؟ گفتن نه، جگر عبدالله در درونش بریان شد از زیاد عشق به رسول اکرم. و گفت که اقلا از همون واقعا میگه شما که امیر مدینه را رسول الله امر کردن، ولی واقعیت از حضرت بیا کن، غش نکن، بیا گرد برای دستور رسول اکرم. گفت که اگر دستور رسول اکرم باشه من شما میگردم جانم فدای رسول الله که احمد پاتون از زمین مدینه یک پنجه خاکم بتیه. و یک دسته پنجه خاک دادم در بالای عراواش ریخت و اسب و عراوای گرداندم. حضرت بعد همون پنجه خاک مدینه را نگاه کردن و همون نظم شخان که یا رسول الله به حاجت آمده نزد شما، آرزو دارم که بینم یک نظر روی شما. یا رسول الله تو ای قاضی حاجاتی همه، ناامید هرگز نشد کس از سر کوی شما. یا رسول الله به وقت هر نماز و هر دعا
این کی باشد طاق ابروی شما یا رسول الله و عبدالله انصاری نگر یا رسول الله و عبدالله انصاری نگر در گلستان حقیقت گشت مجنون شما در گلستان حقیقت گشت مجنون شما حضرت به همین از سفر گشتن امسال زیارت مدینه نرفتن این عشق است این زوری عشق است این محبتی که با رسول اکرم است از صحابه گفتن علما تاریخ صحابه اینقدر صحابه که در اطراف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن همه اونا را مدینه و مکه صحابه نکرد خاک مدینه اونا را صحابه نکرد اونا را یگانه چیزی که صحابه کرد خدمت با رسول الله عشق و محبت با پیغمبر خدا و عشق و محبت به خدا و رسول اونها را صحابه کرد بنابراین خداوند در قرآن عظیم الشان معرفی پیغمبرش میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم مشرکا یا یهودی ها می آمدن محمد می گفتنش استهزا می کردن تحقیر می کردن به صاحبش می گفتن یتیمش می گفتن به کس می گفتن شاعرش می گفتن جادوگر می گفتن چه تحقیرهای نامناسبه برای رسول اکرم می کردن اما پروردگار از فوق آسمان ها هیچ بار محمد نگفت نامش نگرفت یا ایها النبی یا ایها الرسول گفته خطابش کرد محمد ذات است که در پیشگاه خدا ارکترین انسان است با قدرترین انسان است محبترین انسان است که حتی خدا برای نامش گرفتن ادب میکند یا ایها النبی یا ایها الرسول اما برای معرفی کردن مشرکای مکه یا یهودی های مدینه این آیت را میفرماید محمد رسول الله محمد آدمی زمینی نیست محمد بازیچه دست شما نیست محمد یعنی کرکتور شما نیست محمد جان است محمد نور زمین و آسمان است محمد بازیچه شما نیست محمد رسول الله محمد سفیر خدا های محمد وزیر خدا های محمد نماینده خدا های محمد فرستاده خدا های والذین معه آنهایی که در اصل محمد در اطراف محمد بودن میدانید که هستند اینا هم بازیچه نیستند اشداء علی الکفار بر کافرها بسیار اشدند بسیار تندروکنی در محضر حضرت عمر کسی گرده میکرد و میگفت لوی جامعه محمد کجلای الکی سرش از گردنش پریده میشد یعنی در محضر حضرت عثمان کسی میگفت در محضر حضرت علی کسی میگفت امروز محمد در اختیار نعمتی سلطان دین کوش حضرت مولای پیرمان میگه رهی بتخانه را کردی فراموش چو جانها کند و تا تو یافتی را سنم بگذاشتی بگذیری الله و چه جانهای کردی سنم گذاشتی رسول طرف الله اگر جانکنی های رسول اکرم ما مهنت و عذاب و مشقت ایشان نمیشد رنگ انو بود پرستانه میدونم که گبر بودی ترسا بودی یهود بودی مسیحی بودی کلیسایی بودی چی بودی این مهنت او بزرگوار است هزار سلام و سلامتی دعا و درود بر محمد و آل محمد و اصحاب محمد پروردگار ما را در دنیا با محبت خودت و پیغمبرت و اصحاب پیغمبر زندگی و مرگ نصیب بگردان اون حالتی که جان عزیز را از بدن ما بسیزانی خداوند با دست شیرین و لذیذی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از حوض کوثر لبام و مسیرات کن تا در آمدن جنت تشنگی را حسن نماید قبلگاه مرحوم شما محمد یوسف خدا رحمت کند و یار و برادراش خودش زن و فرزنداش اهل بیتش که همه اهل خانواده محب و مخلوصی پیغمبری بزرگوارم فردای قیامت از شفاعت پیغمبر با نصیب شو بگرداند اهل نشست و خدا محب و مخلص بگرداند بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وجدان و عقیده و اخلاق حمیده انسانی را خدا برای این امت خدا میسر و نصیب بگردان و پروردگار برادرایی که دست عاجزی خود را به سوی تو برداشتن من نمیدونم در قلب اینا چه چیز پنهان است لیکن امین است که همگی ما از ایمان طلب داریم الهی برای ما ایمان نصیب بگردان
بگردان، ایمان با غیرت، ایمان با ناموس نصیب بگردان و فردای قیامت در برابر صحابگان و پسترین صحابگان رسول الله ما را جای نصیب بگردان، برابر اصحاب پیغمبر وارد جنت شدن ما خدا نصیب روزی بگردان. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.